پیمان ملی تاجیکستان با نوشتن یک بیانیه سرأول به نزدیکان خانواده‌های تمام زندانیان که هنگام انتقال از زندان‌های ولایت سوخت به شهرهای دوشنبه، نارک و یاوان به صورت مشکوک وفات یافتند اظهار تسلیت کرد. ضمناً نگرانی خود را نسبت آن که طی 8 ماه اخیر در تاجیکستان 3 فاجعه بسیار غم‌انگیز در رابطه با محبوسان اتفاق افتاد بیان نمود. این بیانیه که در صحیفه رسمی فیسبوکی پیمان ملی تاجیکستان نشر شد در آن طلب کرده می شود که در رابطه با موضوع همراه با جامعه شهروندی پیمان ملی تاجیکستان بر این نظر است که مقامات این حادثه اندوهگین را همه جانبه پرره و با دقت بررسی نموده روند تفتیشات پیشکی این پرونده را در رسانه ها و سایت اخبار عموم منتشر و جامعه را از نتیجه های آن آگاه سازند، نه این که مثل پرونده های سابق روی این پرونده نیز مهر مخفی بزنند. همچنین نباید حقوق بستگان و نزدیکان قربانیان وابسته به شناس شدن با موادهای پرونده، درخواست تعیین اکسپرتیزهای علاوگی سود طبی، دفن و غیره نادیده گرفته شده پایمال گردد. شرح رهبر دپارتمنت اطلاعاتی پیمان ملی تاجیکستان تیمور ورقی را درباره بیانیه این ائتلاف مخالفین حکومت تاجیکستان نسبت قضیه فوتیدن محبوسان میشنویم. از فرصت استفاده نموده اول تسلیت خود و تسلیت تمام اعضای پیمان را به بستگان قربانی‌های این حادثه مدهش می‌رسانم. متاسفانه این حادثه سومین حادثه در 8 ماه اخیر در تاجیکستان است. در حادثه اخیر بشبهه حکومت عیبدار است. از رئیس جمهور سرکرده تا پایین‌ترین مقام مسئول. البته عیب اساسی به گردن رحمانов بار می شود، زیرا این رحمانov است که این سیستم را ایجاد کرد. سیستمی که همه گوش به فرمان او هستند و بدون اشاره او کسی کاری نمی کند. و امروز تمام تلاش های رحمان روانه این است که مقام کرسی پرزیدنتی را به پسرش واگذار کند. و به خاطر همین است که او سعی میکند تمام مانعهای احتمالی را از سر راهش بردارد و حتی به این جوانان که آزاد شدنشان از زندان نزدیک بود به آنها هم چون یک تهدید نگاه میکند. این فکر به سر میزند که این آدم به خاطر کرسی و رسیدن پسرش با آن فرزندان دیگر شهروندان را قربانی میکند. انتظار جامعه تاجیکستان و همچنین جامعه جهانی از حکومت این است که در نوبت اول برای همه نفرانی دست داشته در این حادثه پرونده جنایتی شده آنها را به محکمه کشاند و همان طور که از واکنش خانواده‌های قربانی‌ها روشن شده ایستاده است آنها هم دیگر خاموش نخواهند نشست. هیچ یکی آنها با گزارش رسمی حکومت درباره این حادثه راضی نیستند. بنابر گفته آنها نشانه‌ها و علامت‌های شکنجه در بدن قربانی‌ها ظاهر است. بنابراین آنها خواستار روشنی انداختن در این قضیه هستند. ما در پیمان ملی تاجیکستان نیز در نوبت خود پیگیر این پرونده هستیم. تمام سعی و تلاش خود را به کار می‌اندازیم تا حق به حقدار برسد. این را با اطمینان میگویم که اگر حکومت به وظیفه خودش عمل نکند و کوتاهی نماید و مثل 2 حادثه قبلی با مهر مخفی زدن بخواهد همه را به فراموشی سپارد، ما در پیمان ملی تاجیکستان با بین‌المللی کردن این پرونده تلاش خواهیم کرد تا حقیقت آشکار شود. این را ما وعده می‌دهیم. پیمان ملی تاجیکستان از 4 سازمان و احزاب مخالف تاجیکستان عبارت می باشد. سازمان انجمن آزاداندیشان، جنبش اصلاحات و رشد، انجمن مهاجران آسیای مرکزی و حزب نهضت اسلامی شامل این پیمان می باشند. محی‌الدین کبیری، رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، علیم شیرزمانوف، دبیر انجمن آزاداندیشان، شراف‌الدین گدایف، نماینده جنبش اصلاحات و رشد،
الهامجان یعقوبوف رئیس انجمن مهاجران آسیای مرکزی بیانیه تأسیس ائتلاف پیمانی ملی تاجیکستان را ماه سپتامبر سال 2018 در شهر ورشاو پایتخت پولش امضا کرده بودند. در همین حال امروز چندی از نزدیکان زندانیان فوتیده در راه خوجند دوشنبه به رسانه‌ها گفتند جسد فوتیده ها به زهرآلود شده مانند نبود. در جسد ازیلت و کوب و شکستگی ها مشاهده می شد. مادر یکی از زندانیان فوتیده روز 8 ایول به رادیوی آزادی گفته است بدن پسرش جای سالم نداشت. بینیش شکسته و رویش شناخته نمی شد. سعادت صالحه و یک ساکن ناحیه ورزاب و مادر نقدم صالحه و 34 ساله زندانی فوتیده در راه انتقال زندانیان از خوجند به دوشنبه گفته که هنگام شستن جسد فرزندش صبح 8 ایول در بدن وی از جمله تخت پشت و پایهایش آثار لط و کوب و داغ‌های سیاه مشاهده شده است. وی گفته است که همه از این شکنجه را عکس و ویدیو گرفته‌اند، اما مقامات از تلفن‌های آنها این عکس‌ها را پاک کرده اند. بار آخر 2 ماه پیش دیده بودم شو زنش بعد وی بار در آمد دیگه بعد این جنگوی وی سر شد بعد دیگه نموندن شونه درویه 4 ماه شد کلم هم ندیده 3 بچم گویم گم شده مردک زیق شده ایجا زندگی کرده نتونست با جوان دا زنگ زد دوی شبون من خواب بودم قطعی آتش این دو نبیرم کلین ایجا ساعت دوی شب خواب شدم گفتم من ای مصطفی اون بچه ها کم 2.5 سال شد نیسته گفتم این بچه ما یکم گفت شد گفتم کی گفت که این بچه من سوزه گفت من آواز در تلفن اونجا فهمیدم که یکم گفی ناخوش دوی شب کی زنگ میزنه الله گفته آتش داد گفتم ای مردک چی داد میزنه گفت که بچه من میگم که اترولین شده کسال شده اوور شده گفتم مردک باید ترما کسال نمیبیارم گفتم واهی بچه من چیکو کرده که بچه من قبول کرده در آرانش خوار جان میگو که خلیب اترولین شده آخه خلیب خیلی چوکندگیش مایل که بعدی باید چوکن او سری خونولش برای چی های سلفنا پری خون گردنا پری خون ما سیومکه کردم سیومکه ما دستم کشیدن گرفتن همه جا از دوی جا نصیبید موندگی سدگی خیلی ما میدونم اینجا چوکندگی در بریسل بودم را روده پودش میگیرن مایل خیلی آخی سر برای چی های آخی اینجا برای چی های این همین تا پوست سر تا اینجا دختگی اینجا دخته بینی زدگی نمیشنسی و بچه خسروره. علاوه بر این پیوندان یک محبوس فوتیده دیگر که در روی خط فوتیدگان از او ولیجان آدینایف نام برده می شود در شبکه اجتماعی نوشتند که در سر و رویش اثر لط و کوب دیده می شد. عکس جسد فوتیده آدینایف که در شبکه های اجتماعی می چرخد گفته های بالا را تصدیق می کند. دیده می شود که در گرد چشم راستش داغ سیاه دارد و بر علاوه در رخسارش اثر لط و کوب نمایان است. یادآور می‌شویم که شام 7 ایول دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که هنگام انتقال محبوسین از زندان‌های خوجند و استرافشان به زندان‌های اطراف شهر دوشنبه 14 نفر بعد تناول نان زهرآلود شده جان باختند. در دوام 9 ماه اخیر این بار سوم است که در تاجیکستان زندانیان به یک بارگی با شمار زیاد به هلاکت می‌رسند. در نتیجه آشوب شب 7 نوامبر سال گذشته در زندان شهر خوجند به گفته مقامات 25 نفر از جمله 2 مأمور زندان کشته شدند. سنه 19 می امسال در زندان وحدت آشوب سر زد که 32 نفر قربانی به جای داشت.